سلام به همگی. خیلی خوشحالم که اینجایید. امروز احساس کردم که باید این انرژی خونی رو انجام بدم، چون اتفاق جالبی در حال رخ دادن هستش. من این انرژی رو به شدت احساس میکنم. بیایید ببینیم جهان چه حرفی برای گفتن داره. خب، اینجا عنصری از ترس وجود داره. چیزی باعث اضطراب زیادی در شما میشه. به هر حال این مسئله کوچکتر از اون چیزیه که فکرشو میکنید. در واقع برای بسیاری از شماها بی ضرر هستش. به طور خاص برای بعضی از شماها نگران هستید که سناریوی بدی اتفاق بیفته، اما اصلا اتفاق نمیفته. نکته جالب اینه که این انرژی منفی در حال تبدیل شدن به انرژی مثبت هستش. پس چیزی که بیشتر از همه نگرانش هستید به چیزی تبدیل میشه که از اون خوشحال خواهید شد. انرژی خرگوشی که میبینم تایید میکنه که شما در حال حاضر احساس اضطراب میکنید. ممکنه که بیش از حد هوشیار و آگاه باشید و همه جا مراقب خطر یا مشکلات احتمالی باشید. به هر حال به زودی فرصتی برای آرام شدن و استراحت رو خواهید داشت. با این کار تشویق میشید که برای مراقبت از خودتون وقت بذارید، حتی اگر فقط چند دقیقه باشه. تمرکز مجدد رو در اولویت قرار بدید. به نظرم این موضوع رو قبلا هم توی انرژی خونی ها بهش اشاره کرده بودم. اینجا مشکلی وجود داره که به خاطر اون احساس دوست داشتنی نبودن میکنید. ممکنه احساس کنید که نوعی شرایط مانع از پیدا کردن عشق برای شما میشه. به هر حال این مانع از ورود عشق به زندگی شما نمیشه. عشق در دسترس شماست و اگر این چیزی باشه که شما میخواید خواهد اومد. انرژی وجود داره که شما رو منحصر به فرد و بسیار مورد تقاضا میکنه. شما قدرت و نیروی زیادی دارید. وارد دورانی خواهید شد که در اون شما تصمیم گیرنده خواهید بود. شما در خودتون بسیار توانمند و قوی خواهید بود. در مورد مسائل زندگی و اطرافیانتون حرفهای بسیار بیشتری از اونچه که احتمالاً قبلا داشتید خواهید داشت. دارم میبینم که یک نفر با اشوه داره میاد به سمت شما. این شخص خیلی اهل شور و اشتیاق هستش. به هر حال متوجه شدم که این شخص در مورد عشق خیلی آدم جدی نیست. به نظر میاد که اونها هر جایی که باد بوزه میرن. این شخص لزوما محترم ترین فرد هم نیست. مطمئنا چیزی نیست که اکثر شماها به دنبالش هستید. دارم میبینم که بسیاری از شماها این شخص رو رد خواهید کرد و این باعث میشه که اونها به درون خودشون نگاه کنن و از خودشون بپرسن که چرا. مثل اینکه رد شدن برای این شخص کاملا غیر معمول هستش. به طرز عجیبی این کار شما باعث میشه که اونها برای شما احترام قائل بشن. اما باز هم به نظر شخصیت دلغکی دارن. کسی هست که داره سعی میکنه شما و نزدیکانتون رو کپی و یا تکثیر کنه. این میتونه فقط یک الهام باشه، اما از طرف دیگه میتونه تلاش آشکاری برای جا زدن ایده های شما به عنوان ایده های خودشون باشه. البته این یک برداشت جمعی هستش و ممکنه که برای همه شما اینطور نباشه. پس هر چیزی که به نظرتون درسته رو بپذیرید. این افراد کاملا جعلی هستند. اونها درو هستند، در ظاهر مهربانند و در پشت صحنه وحشتناک هستند. من متوجه شدم که شما یک سطح از زندگی خودتون رو به پایان رسوندید. شما در سطح فعلی زندگی خودتون رو به سطح بسیار بالایی از موفقیت رسوندین. الان شما وارد یک سطح جدید میشید و چیزهای جدیدی رو به دست میارید. من دوباره از این کارت انرژی عاشقانه بسیار قوی رو دریافت میکنم. این یک فصل عاشقانه خواهد بود. چه به دنبال عشق باشید چه نباشید. در حال حاضر افراد زیادی رو میبینم که از شما درخواست قرار ملاقات میکنن و به شما علاقه‌مند هستند.
من از این کار یک عاشقانه بسیار شیرین رو دریافت میکنم. شما بسیار روشنفکر خواهید بود. علایق و تنفرات خود رو بررسی خواهید کرد، به خصوص در مورد کسایی که دوستشون دارید. ممکنه چیزهایی وجود داشته باشه که تابو بودن و شما شروع به درون نگری در مورد اونها کردید. ممکنه باورهای محدود کننده‌ای در مورد ارزش خودتون یا ظاهرتون داشته باشید. شما از این محدودیت‌ها رها میشید و جنبه‌های جدیدی از خودتون رو کشف می‌کنید. دیگه روابط یا افراد رو در جایگاه بالاتری قرار نمیدید. شما از زندگی خودتون کاملا راضی هستید و اگر اتفاقی خوبی رخ بده که عالیه، اما اگر نه اشکالی هم نداره. دیگه به خودتون فشار نمیارید یا خودتون رو به چالش نمیکشید. شما اجازه میدید زندگی جریان پیدا کنه. ممکنه نوعی اختلاف یا دعوا پیش بیاد. شما طرف هیچ کس رو نخواهید گرفت و ممکنه که به خاطر اون هم قضاوت بشید، اما با بوی خوش اونجا رو ترک خواهید کرد. در واقع این درگیر نشدن شما بسیار بالغ بودن شما رو نشون میده. این دعوا میتونه از حسادت ناشی بشه، شاید شامل دزدیدن ایده ها باشه. در واقع این حتی میتونست ایده اولیه شما باشه. به هر حال اون چی که واضحه اینه که شما و اطرافیانتون شروع به موفقیت کردین و بعضی از مردم از این موضوع خوشحال نیستن. این موضوع اونها رو به یاد رویاهای دست نیافته خودشون میندازه. مهم اینه که شما میدرخشید. موفقیت شما خودش گویای همه چیز خواهد بود. پس نذارید این منفی بافی ها شما رو آزار بده. من اینجا یک مهمونی غافلگیر کننده میبینم. در واقع این میتونه یک مهمونی غافلگیر کننده باشه که برای شما برگزار میشه. من شما و دوستانتون رو در کنار آب یا روی قایقی در هنگام عصر میبینم که جشن میگیرید و به نظر جشن با کلاسی هم میاد. شما آماده اید که واقعا بیرون برید. شما مدت زیادیه که در انرژی گوشه نشینی بودید و بالاخره آماده اید و پذیرای جهان هستید. بسیاری از شماها خیلی تنها بودید و به دوستی و ارتباط نیاز داشتید. حتی ممکنه این رو نشون هم داده باشید. رویدادهای شما موفقیت آمیز خواهد بود. افراد جدید زیادی وارد زندگی شما میشن و شما در حال ایجاد یک شبکه بسیار خوب از دوستان و آشنایان نزدیک خواهید بود. اگر عشق چیزیه که به دنبال اون هستید، من قطعاً اون رو اینجا میبینم. به نظر میرسه که این شخص شخصیت پایداری داره و میتونید بهش تکیه کنید. دوستای عزیزم، امیدوارم که از این انرژی خونی لذت برده باشید و واسهتون مفید بوده باشه. اگر اینطور بوده حتما توی کامنت ها به هم بگید. لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوها رو لایک کنید. این کارتون واقعا به رشد کانال کمک میکنه. خوشحالم که اینجایید. ویدیوهای بعدی میبینمتون.